بریم؟ یا علی. امروز 15/11/1404 زیر بارون هستیم. دوستان نگران، خانواده ها نگران، همه بچه ها اومدن اینجا. ساعت تقریبا 20 دقیقه به یکه. حالا نشون بده 20 دقیقه به یکه. خیلی ها نگران بودن. ما شب و روز داریم کارو پیش میبریم. مشکلات الحمدلله رفع شد. از یک شنبه انشالله طبق روال قبل کارو پیش میبریم. از دوستان همه خواهش میکنم از ازدحام اضافی از اینجا خودداری بکنن. انشالله از یک شنبه برای برج‌های 7 از 1/7 کارو استارت میزنیم که کارشون رو سریعتر انجام بدیم. بریم سر برج 8 و 9 و اینا. توضیحات کامل و نماینده ها دوستانی که اینجا بودن الان پشت دوربین هستن.